جناب امانی. خب سلام مجدد، وقتتان بخیر دوستای عزیز. طبق معمول بعد از بسیار وقتای دیر خواستم که خدمتتان به شکل دیالوگ رقم بیایم، چون همیشه طبیعتا شما میدیدین و معمولا اصطلاحاً مونولوگ بود، یعنی ما گپ میزدم و شما میشنیدین. اما برای اولین بار است که بعد از بسیار یک وقفه طولانی من خواستم خدمتتان اینجا بیایم و صحبتای داشته باشم. اگر من کمک ناآشنایی با سیستم زنده فیسبوک دارم، معنایش این است که من بسیار وقت طولانی به یک نوع دور بودم از این سیستم و حالا که خدمت شما هستم بازم عرض سلام و ادب دارم. خب دوستای عزیز، طبیعتا همون قسمی که وعده گذاشته بودم این سر وقت همون 9:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در خدمت شما هستم. درود جناب سدید و تمام دوستای بزرگوار. طبیعتا که تمرکز اصلی صحبت‌های ما و شما بسیار خودمانی است. ما اصطلاحاً امشب نمیخوایم که زیاد موضوعات سیاسی و اینا باشه. ما امشب میخوایم بیشتر دوستانه با شما صحبت‌های داشته باشم، ولی اگر کدام سوال و مورد هم مرتبط با موضوعات سیاسی و اینا هم شما نوشتین، طبیعتا که بی پاسخ انشالله نمیمانم. درود به شما هم جناب حکیمی و تمام دوستایی که ما پیام‌هایشان اونجا میتونم بخوانم، جناب نوری، جناب لطیف بیگ و تمام عزیزایی که بسیار بعد از وقت دیر ما در خدمت شما هستم. دلیل اول نبودن همی بود که بعد از همون انتخابات تقلبی و اینها رژیم اشرف غنی و دستگاه سازوکار اصلیش اینها یک پیام رسمی یا یک نامه رسمی به شرکت فیسبوک فرستادن که گویا صفحه‌ای که 1,000,000 مخاطب داشت از من برخلاف، یعنی در حقیقت بر ضد امنیت ملی افغانستان است و اونها ایره بر اساس همون سازوکار رسمی و دولتی که معمولا معنای خود را داره در ساختارهای شرکتی و اینا این صفحه را بستن. بعدش من چند وقت تلاش کردم اینها که او زیاد نتیجه نداد و باز دیگه نخواستم که زیاد سریع موضوعات و اینا در حقیقت صحبت بکنم و یا هم دنبالش بکنم. ولی با گذشت زمان وقتی که من دیدم چند سالی که گذشت، طبیعتا به ویژه در حال حاضر یک مجموعه زیاد از این سوء استفاده کردن. یک تعداد صفحه ساخت و یک تعداد بکنه و یک گدایی نوین را انداخت. بعضی از این آمدن از این فضا سوء استفاده و اینا کردن. همه از اینا به یک نوع دست به دست هم داد که من تصمیم به این بگیرم که خوب اگر من خودم این فضا را استفاده نکنم، دیگرها از این استفاده سو میکنن و این باعث از این میشه که خدای نخواسته یک مجموعه یک برداشت و یک تصویر نادرست پیدا بکنن و حتی یک تعداد زیادی از نزدیکترین آدمای خانواده و دوستای من نمیفهمیدن. یک صفحه ساختم مثلا 2 لک و چقدر فالوورز، یکی دیگهش مثلا چند صد هزار فالوورز و اینها همه ایشان موضوعات را نوشته میکنن که هیچ ربطی به من نداره. و یگان وقت یگان دوستایی را که امرایشون شوخی میکنم میگم ما خب بس خانگوی نیاز ندارم. اگر قرار باشه ما یک موضوع مسئله را عنوان بکنم، خب من خودم اصطلاح انگلیسی ها تریبیون های زیادی است که ما پیام و گپ خود را برسونم و نیاز به این ندارم که بیایم در صفحات مجازی و او هم که مربوط خودم به یک نحوه نمیشه باز بیایم یک موضوعی را عنوان بکنم که باز یک تعداد از او سوء برداشت بکنن. یعنی منطق اصلی و اولی امی بود که به یک نحوه ای دستی استفاده جویا کوتاه شود و یگان تا اینا را میشناسم. چنان بیشرم هستن جناب سادات که اصلا پرسان نکنن. به هر حال که کار نادرست هم است و شما باید همیشه از هویت خود، از نام خود، از جایگاه خود برای مخاطبایتون صحبت بکنن. این مورد اول. مورد دوم، تشکر جناب خوگیانی، شما خوردنی نیستن اتفاقا، اگر نه نمیفهم که چی بر شما بگم. اتفاقا نکته بعدی که بسیار زیاد برای من مهم بود که همین شبکه ارتباطی که به یک نحو بین ما و شما در سالهای گذشته موجود بود و حالا هم از طریق‌های مختلفش به ویژه واتساپ و شماره‌های تماس و اینایی که وجود داره این گسترده‌تر شود، چون معنی گپ ای است که همو روابط گسست ناپذیری که بین ما و شما وجود داره و همیشه بوده و ما می‌خوایم که یک بار دیگه از طریق این فضا هم تامین شود. چون یک برداشت دومی که ما داشتم بود که ما فکر می‌کردم که فیسبوک شاید زیاد کسا دیگه استفاده هم نکنن
ولی زمانی که حالا من میبینم و بعدش آمدم کمی ارزیابی کردم، نه یک مجموعه زیادی از وطندارای ما و شما چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان از این فضا استفاده میکنن. این نکته دوم. طبیعتا جناب امینی ما در موضوعات سیاسی هم کمی صحبت میکنم مطابق سوال شما، اما اول یک مقدمه و اینهای خود را داشته باشم. نکته سوم، مسائل مربوط به موضوعات سیاسی و اینهای افغانستان هم هست که طبیعتا ممکن فرصتش نمی باشه یا پالیسی رسانه های ایجاب نمیکنه که در موردش گپ زده شود، که در اینجا اگر لازم بود طبیعتا در اون مورد هم کم صحبت می داشته باشم. اما یک چیزی که ما میخوایم بگویم، به خاطر از اینکه ما همون قسمی که در آغازم گفتم این دیدار ما و شما بسیار خودمانی است و ما قلبا از اون مجموعه دوستای خود سپاسگزار هستم که همیشه در کنار ما بودن و ما بسیار قدرشناس و قدردان از اونها هستم در هر مرحله و در هر جای. و من فکر میکنم که بزرگترین نعمت همین بوده که شما همیشه در هر جای، در هر مقطع، در هر موضع با ما بودن و طبیعتا ما هم آدم بسیار اصطلاحاً زیگزاگی نبودیم، همیشه با موقف، دیدگاه و جایگاه و موضوعات خود بسیار استوار و بسیار یکسان و یک نواخت بودیم و هنوزم باورمند به می هستم که انسان ها باید یک چهره داشته باشن و بر اساس همون چهره خود حرکت بکنن و پیش برن. این یک قسمت از موضوعات و گپایی بود که من خدمت شما گفتم. البته با این اضافه که اگر گاه من رسیدگی نمی کنم، اگر گاه مثلا من نمیتونم که پیام شما را جواب بدم با فرصتش، معنای از این نیست که خدای نخواسته کم نظری صورت میگیره یا اصطلاحاً غرور موجود باشه که غرور خود داشته باشه، ولی بعضی وقتایی فرصتش نمیشه و اگر ما به سر وقت برای شما جواب داده نمیتونم اینها، ما معذرت میخوایم از اینجا. و به اضافه از این که اصطلاح عامیانه، ما دیگه از اون نوکیسه های نیستم که شما فکر بکنین که البته باز اصطلاح هم سر ما خود را میسازه اینها، چون 15 سال یک فرصت بسیار کلانه است که در کنار شما بودم. به او خاطر هم است که دیگه برای من این بحثا معنای خود از دست داده که گویا کسی تصور بکنه و من هیچ وقت این ذهنیت دیگه را ندارم و کسایی که من از نزدیک میشناسن اونها خوب میفهمن که من هیچ وقت با این ذهنیت مسائل نمیبینم. 15 سال فرصت بسیار زیاده است و انسان از 15 سال چیزای زیاد را میآموزه و طبیعتا که من هم چیزای زیاد را آموختم. البته با این اضافه که هر انسانی که عمل میکنه اشتباه هم میکنه. شما وقتی که با مردم درگیر باشین، با مردم دخیل باشین در موضوعات اجتماعی، سیاسی و اینها، خطاها و اشتباهات خود را هم می داشته باشین، ولی محاسبه عمومی زندگی ما باید بر اساس همون تصویر کلی انسان ها باشه که آیا نیتش برای جوانا، برای مردم ما همیشه نیک بوده یا خیر، که طبیعتا همیشه چنین بوده و همیشه صدای شما بودیم و انشالله از این بعدم خواهیم بود. این یک قسمت از گپا. قسمت دوم البته یک شوخی هم بکنم. من کم یک مجموعه دوستای رو در جگان پیام‌هاشون میبینم که باعث احساس اصطلاحی عامیانه ترش احساس سوختگی رو من درک میکنم که او هم قابل درک است. البته چی گفته آقای خوکیانی عثمانی خود قوم پرست؟ مثلا میشه شما یک مورد گپش اول به من بگین که من قوم چی است. قسمت چهارم گپ که حالا یک بحث مرتبط با این موضوع هم یک دوست نوشته کردن، البته زحمت کشیدن اینا، البته برای شما مهم هستم که آمدن زحمت کشیدن اینجا میبینن، ولی من خدمت شما یک چیز بگویم که من انسان نیستم که در قالب یک چوکات قوم و مذهب و این موضوعات جا بگیرم. ذهنیت من فراتر از این چیزها است و کسایی که من میشناسن اونا خوب میفهمن. اصلا به من عیب است، به من عیب است که مثل یک مجموعه آدم‌های مریض که بیاین در قالب موضوعات قومی و مذهبی خود را پنهان بکنن یا بخواین که از این موضوعات مایی مطلوب خود بگیرن. من این را عیب میشمارم. بسیار واضح و شفاف هم میگم. یک آدمی که اما گفته یک تعداد نیم دنیا را دیده باشه و هیچ وقت وابسته و یک قصه‌های خورده نمی باشه، اما یک مقوله عام است میگه بقا وقتی که از درون چاه بیرون را میبینه فکر میکنه که بزرگی آسمان برابر دهنه چاه است، ولی وقتی که بیرون بیارش را بازی میبینه که آسمان بسیار بزرگ است. با مو خاطر است و به عنوان گپ آخر حداقل در این بخش خدمت دوستای عزیز ما بگویم که اگر قرار باشه هر کسی، حالا شما نمیفهمن که قومیت اینای ما چی است، چون من باورمند به این قصه نیستم، اگر یک کسی میتونه دیدگاه سیاسی خود را بسیار شفاف واضح در 15 سال بیان بکنه، او باز نمیترسم که دیدگاه قومی گویا داشته باشه. اصلا من به شما بسیار واضح گپ میزنم، دیپلماسی نمیکنم. اگر یک کسی میتونه بسیار واضح و شفاف گپ خود بگویه، او اگر مریضی قومی داشته باشه او را هم میگه. پس خود لطفا خود زیاد اذیت نکنین، ناراحت هم نسازین.
من یک آدم هستم، اینی زبان من است، اینی موقف من است، اینی دیدگاه من است و من هیچ وقت باورمند به این گپای قومی اینها نیستم. و او کسا جناب عمریار به خاطر از خندیم گرفته که یک مجموعه احساس مریضی میکنن. من فکر میکنم اینها مریض هستن، چون ما هیچ وقت در این قالب‌ها جور نمیم. دیدگاه سیاسی ما بسیار بسیار واضح و شفاف است و او بر اساس عدالت و بر اساس استواری است که طبیعتاً در 15 سال هیچ گونه تغییری در اون آمده و یک مجموعه دوستا و جوانایی را که من در اینجا میبینم که درک میکنم وضعیتشان را، که روزانه ده ها و صدها پیام برای من میارن و اینها رو وقتی که من میبینم در حقیقت من فضا و وضعیت رو درک میکنم و خاطرم است که همیشه حامیشان بودیم و در کنارشان هستم. اگر هیچ کاری انجام داده نتونم، مثل که در انتخابات 2018 پارلمانی خدمت دوستا گفته بودم، هیچ وقت نمیفروشمتان، هیچ وقت معامله نمیکنم، هیچ وقت تسامح در مورد حقتان نمیکنم. بسیار موقع و دیدگاه بسیار واضح است و کسی که مرا میشناسه خوب میفهمه. پس به او خاطر زیاد خود زحمت نتن، زیاد خود به زحمت نسون. دوستایی که کمک احساس تکلیف کرده رایستنه در اقل در اینجا هم یا فراتر از این، دیدگاه ما فراتر از این موضوعات است. به هیچ عنوان دیدگاه ما در قالب مسائل قومی و مذهبی و اینها نمی گنجه، بلکه بر اساس عدالت، بلکه بر اساس مساوات هست که طبیعتاً که تا زمانی که شکل نگیره باز اونو درگیری و جنجال کشور همیشه ادامه پیدا میکنه. این قسمت دیگه از گپایی که من خدمت شما گفتم. البته در مورد مسائل آینده و این که چطور ما بتونیم بیشتر خدمت دوستا و اینها باشیم، صحبت‌های بیشتر خود می داشته باشیم و کوشش میکنیم که از جایگاه‌های متفاوت نه مرچ نیستم جناب رسولی، اما من فکر خوبی طبیعی است. جناب رسولی که نوشته کردن طبیعی است. ببینید یک چیزی رو که من میخوام به دوستا بگویم، به ویژه کسایی که حامی من هستن، مرا دوست دارم و 15 سال کار مرا تعقیب کردن، ما انتظار از این نداشتیم که همه بر ما کف بزنن. طبیعتاً اگر 1000 نفر شما را حمایت میکنه، سر 100 نفر بدم میخورن. کاراکتر شما، لباس پوشیدن شما، گپ زدن شما، موقف شما، دیدگاه شما، و ما باید به عنوان کسایی که ذبیح الله مجاهد هم در لایف نزول داره شاید باشه، ما به عنوان انسان‌هایی که تجربه زیادی از زندگی داریم و سردی گرمی زیاد را دیدیم، نباید برای ما بسیار شگفتی انگیز باشه. خب یک کسی خوشت نداره، خب لازم نیست ما او را فشار بریم که نه حتما مرا باید دوست داشته باشی. خب این یک قسمت از موضوعات دیگه بود که من خدمت شما گفتم. به ادامه از اون صحبت‌ها و اینای خود ادامه قسمی گفتم من بیشتر متمرکز به موضوعات شخصی و دوستانه امشب هستم، اما اگر کدام سوال و مورد خاص هم باشه من در خدمت شما هستم تا اون زمانی که فرصت اجازه میده. با اون خاطر هم هست که یک مجموعه دوستایی که پیام‌های بسیار خوبم نوشته کردم، بسیار سپاسگزار هستم. جناب خالقی تشکر، مرد واقعی شما هم هستن. داسپار یک دوست درود نوشته کردن. جناب دکتر رامین کبیرزاده، همه یک دوستایی که به یک نوع یک لطف نشان دادن و من این از قلب و از دل خود، از امو دل و جان خود میگم که کسایی که نسبت به ما محبت دارن، این دوستی و محبت دو جانبه است. کسایی که مرا میشناسن خوب مرا میفهمن، این سیستم اما اصطلاح یا یعنی کاراکتر مرا میفهمن که من هیچ وقت با دوستای خود، با کسایی که با ما بسیار نزدیک هستن، هیچ وقت دیپلماسی نمیکنم و همیشه این دوستی دو جانبه است. و اما قسمی که من پیشترم خدمت شما گفتم، من هیچ وقت خود از شما برتر نمیبینم، هیچ زمانه. و این 15 سال برای ما آموختم دیگه. 15 سال وقت بسیار زیاده است. گرمی ها و سردی ها قصه های بسیار زیاد را آموختیم که زندگی برای ما آموختنده و مو خاطر هم است که من هیچ وقت با این زاویه نمیبینم. اگر کسی خدای نخواسته تو فکر بکنه که مثلا گاهی اگر پیامش جواب داده نشده یا گاهی کدام تصور نادرست پیدا کرده، اون شکل نیست. بسیار ساده برای شما بگم، اگر اون شکل خدای نخواسته باشه، باز من یک قسم که امروز شما صحبت نمیکنم. من همیشه شما رو بسیار نزدیک به خود میبینم، خیلی به نهایت نزدیک میبینم. و حتی می یک مجموعه‌ای که مخالف هستن بنا به هر دلیل، یک تعدادشان یک تصور نادرست دارن، یک تعداد فکرشان متفاوت از، یک تعدادش مریض است، مریضی ذهنی و مسائل دیگه‌ای که وجود داره، من به اونا احترام قائل هستم. شما باور بکنن. تشکر جناب نعیمی گرامی، دوست عزیز ما، جناب هاشمی، تمام دوستایی که میبینن. من هیچ وقت با یک نگاه عقده‌ای نسبت به آدم‌ها نمیبینم. تنها کاری که ممکن ما بعضی وقتا انجام بدم این است، اگر بسیار کس
از نظرم نامناسب و نامطلوب باشه که نادیده میگیرمش. دیگه با هیچ کسی هیچ گونه مشکلم ندارم و هر کس اگر هر چی هم نوشته بکنه برعکس از این که نمیتونه تاثیر سر روحی ما، سر موقف ما، سر دیدگاه ما از دید سیاسی و اجتماعی داشته باشه، بلکه ما همیشه استوارتر من میسازم. و تکرار خدمت شما بگویم 15 سال از 19 جون 2010 که من وارد تلویزیون طلوع شدم که اتفاقا حال خود طلوع نیوز و طالب نیوز تبدیل شده، تا همین روز را که من خدمت شما هستم حتما شما میبینید دیگه استواری عمل کرد و دیدگاه بسیار روشن و واضح. دلیلش همین است که من شما را در کنار خود میبینم. شما باور بکنید که کلانترین سرمایه، کلانترین دستاورد من در زندگیم یک مجموعه شما هستن. خب این یک قسمتی از موضوعات عمومی بود که خدمت شما گفتم و یک بار دیگه خواستم بفهمونم که دیگه صفحات، دیگه موضوعات، دیگه چیزایی که نشر میشه، چی زیر نام ما، چی زیر نام حامیای ما، چی زیر نام فلانیا و فلانیا، هیچ ارتباطی به من نداره. هیچ گونه، این تو واضح خدمت شما بگویم، هیچ گونه ارتباطی به من نداره. یک تعداد مجموعه استفاده جو هستن. یکی می از زیر نام برادر من چیز جور میکنه، اما چه رقمی شیرزاد گاهی با ای تماس میگیره و گاهی با ای تماس میگیره و سو استفاده میکنه. یک آدم به نام خودم صفحه ایجاد میکنه و این از یک جهت ناراحت کننده، اما از یک جهت هیچ ارتباطی با من نداره. دوست عزیز، من خودم که موضوع گپ داشته باشم مثل که حال خدمت شما آمدم، همیشه خدمتتون میام و صحبت میکنم. خب حالا میایم یک قسمت از پیام‌ها و اینا رو میخونم. یگان سوال و مورد خاص هم اگه باشه براش جواب میدم. طبیعتاً که در مسائل سیاسی و اینا ما بیشتر در افغانستان اینترنشنال گپ میزنم، با رسانه‌های بین‌المللی هم در مورد افغانستان و در مورد شما جوانان صحبت میکنم. بازم اگر کدام مورد و موضوعی باشه ما در خدمت شما هستم و بازم من خدمت شما به تکرار میگم که هیچ وقت خدای نخواسته اگر ما کدام پیام شما را، کدام مورد را متوجه نشدیم یا مثلا جواب ندادیم با وقتش، به معنی از این نبینین که من مثلا گویایی مغرور است یا ما رو نادیده میگیره یا ما در نظرش نمیگه. پای اصلا به من اهمیت نداره. هیچ اصلا باور بکنین که هیچ گونه در ذهن ما، در طبیعت ما همچین یک موضوعات وجود نداره. بعضی وقتا ممکن پیام‌ها و اینا بیشتر باشه و به عنوان گپ آخر در این بخش خدمت دوستا بگم که لطفاً معمولاً برای ما پیام نوشتاری بفرستین، چون من ممکن صدا را نتونم بیشتر بشنوم، ممکن من نتونم مثلا رسیدگی بکنم با زنگ و تماس اینایتون. نوشته بکنن تا که اگر یک اون مورد بسیار مهم، بسیار عاجل باشه که با زور اگر بتونم، چون من راحت تر به نوشته هستم در هر مورد و هر موضوعی که باشه. خب اول گفتن کدام دوست من دیدم در مورد باز شدن مکاتب و اینا. واضح خدمت شما بگویم متاسفانه مکتب و دانشگاه بر دخترها باز نمیشه تا طالب است. اینی وضعیت است. کوتاه خدمت شما میگم که بتونم که موضوعات و گپای زیادتر را بر دوستا جواب داده بتونم. دوست پرسیده بودن که آیا گویا طرح سازمان ملل اینا؟ نه، سازمان ملل کشورها و به ویژه غربی ها با اینمی سازوکار و وضعیت به یک نحو ادامه میتن. یک تا پولایشون میان، یک تا دخترها را خیاط تربیت میکنن، یک تا داره گوداری یاد میتن. اینها چیزی به نام مکتب و دانشگاه به معنی واقعی وجود نداره. و در قسمت پسرها هم شما میفهمین که متاسفانه نسل های آینده بسیار خطرناک، بسیار افراطی تربیت میشن و اما قسمی که ما دائم گفتیم که متوجه موضوع باشن. بانو ژاله زعفری در مورد محوریت جدید گفتن که آقای اطمر هم در اونجا شامل است. اینها به گونه مختصر بانو زعفری من فکر میکنم که در این قصه مسائل منطقه‌ای به ویژه نقش ایران بسیار برجسته است، بسیار واضح. اگر رک و راست خدمت شما بگویم، ایران تصورش برای ازی است که امریکایی‌ها یا غربی ها درست در هماهنگی با ارتش پاکستان به دنبال سرنگونی گروه طالبان هستند. همین قصه های نویرم که شما میبینین که اصطلاحاً من استفاده میکنم بین پسر و پدر شکل گرفت در اسپین بولدک و این جاها. ایرانی ها فکر میکنن که به یک نحو غربی ها به دنبال جاگزینی برای طالبان هستند در هماهنگی با ارتش پاکستان، چون تصوری است که 500% ناامنی در پاکستان بیشتر شده و مسائل مرزی و قصه هایی که حتما در رسانه ها و اینا بانو زعفری شما دنبال کردن. به مخاطر هم هست که من فکر میکنم حالا ایرانی را درک کرده و نمیخواد از این بازی دور بونه. یک مجموعه این سیاستگرایی که در امی چوکات در امی چتر جمع شدن، واضح اگر خدمت شما بگویم
با اشاره و با چراغ سبز ایرانی ها است و گویا ایرانی ها برای این مجموعه گفته که اگر شما یک چتر واحد باشین و همه باشین، ما زمینه را برای گفتگو با طالب برای شما مساعد میکنیم. زمینه برای گفتگو مساعد میشه و دیگه نیاز نمیشه که امریکا پایش خاک افغانستان کشیده شود، یک حاکمیت مشروع در افغانستان ایجاد میشه و اینها. ولی من فکر میکنم این خواب و خیال است. شناخت ما از حاکمیت موجود، از گذشته طالب، از 30 سال پیشتر به این است که طالب به هیچ عنوان چیزی بیشتر از شلاق حاضر نمیشه. یک مجموعه از طالبان ممکن بانو ظفری آدمای حالا اصطلاحاً من نمیفهم آدم خوب گفتن لازم است یا نه، چون زیر یک چتر کلشون میه، ممکن آدمایی باشن که واقعیت ها را درک کنن اگر آدم خوب نگه. ولی چوکات عمومی طالب میگه نیست. امارت تا قیامت که ما امیدوار است موضوع مورد گرفته باشن. بازم اگر کدام سوال خاص کدام جایی را من متوجه نشده باشم، بانو ظفری گرامی برای من نوشته بکنن، من خدمت شما بیشتر توضیح میدم. اما مختصرش هم است که این بخشی از بازی منطقه‌ای و جهانی است که من باور ندارم این نتیجه بده. جناب رحیم کاپیسا گفت دروازه و واژه افغان نظرت بگو. خب نکته اول ای که اگر ما معمولاً کسایی که تاریخ شناسای زبان پشتو اینا هستن مثل استاد رفیعی و اینا و کتاب‌های تاریخی و اینا رو ببینیم، طبیعتاً نظرشون همی است که افغان یعنی پشتو و اینا میگن واضح. ولی ای که کلگی چرا سر خود به یک نوی این نام را قبول میکنن یا نمیکنن، خب با سوالی است که مراجعه شد به قانون اساسی گذشته که منسوخ شده است دیگه. خب رژیم که رفت، طالب که رفت، دیگه قانون اساسی هم وجود نداره. من باور شخصی من ایه است که در ساختار آینده که طالب خود تا قیامت نمیمونه، باید سر از این مفصل مثل انسان‌های متمدن گپ زده شود. آیا به عنوان این ساختار شما قبول دارین یا ندارین؟ چون اگر قبول در گذشته به یک نحوه شده و حالا یک مجموعه خود در این چوکات نمیبینن، میشترش گپ زده شود. مثل هر انسان متمدن میشه همه پرسی شود، میشه رای گیری شود. چرا نه؟ چی چیزی مگر گویا اصطلاحاً قابل لمس نیست که کسی در موردش نباید گپ بزنه؟ ولی من اگر دیدگاه شخصی خود را بگویم، مختصر اگر خدمت شما بگویم، من میگم که بسیار عامیانه دوستانه خدمت شما بگویم، من میگم که نام انسان ها کچالو باشه و با عزت. انشاءالله مطلب گرفته شد. عزت بسیار بسیار زیاد مهم است. وقتی که یک آدم میره پاسپورت خود را درست در یک فرودگاه میگذاره، در یک فرودگاه پاسپورت خود را، اونجا احساس غرور و عزت بکنه. یکی خوب قصه و گپای لافای بسیار بیجا است که او شاید قابل درک باشه، ولی واقعیت موجود همی است. ما خود نزدیک به 80 کشور رفتیم. آیا گاهی کسی احساس افتخار به پاسپورت افغانستان میکنه؟ حالا بحث افغانیت و اینا رو من کار ندارم، بیشتر خدمت شما اشاره کردم که در ساختار آینده باید در موردش گپ زده شود. ولی آیا چنین است؟ نه. چون متاسفانه ساختار سیاسی، جنگ و جدل و خودخواهی و انتحار و انفجار به حد باعث نامبدی اینمی ساختار و سیستم شده که حالا هر کس خود در این قالب بسیار احساس کمبود میکنه. خب این واقعیت رو گپ بزنه. چیزی که حالا در امریکا اتفاق افتاده، درست؟ یک مجموعه نامزدش افغانستان بود، خودش در امریکا رو برده نمیتونه. یک تعداد زیادی که پاسپورت افغانستان حتی داره امریکا رفته نمیتونه. آزل قیاس شما باور بکنین در بسیاری از جاها این احساس خجالتی متاسفانه شکل گرفته. بجای از اینکه ما بریم به سر هم بزنیم تو افغان هستی تو نیستی، چون این چیز تحمیلی باقی نمیمونه. اگر تو فشار هم سر یک آدم میتونی نمیکنم قبول. خب چی که نمیتونی؟ ما بجای از او بیایم سر یک ساختار انسانی گپ بزنیم که باعث نامنیکی کشور ما شه، عزت بیاریم به کشور ما. و او زمان است ما فکر میکنم که به یک نتیجه لازم میرسیم به عنوان انسان‌های متمدن و ایرا اجازه بدیم که یک ساختار نو بعد از طالب که آمد سرش بسیار واضح گپ زده شود که چی چیز درست نیست، چی چیز درست است. این نظر من است و بسیار واضح و شفاف هم است و از دید شخصی من هیچ معنایی نداره، به خاطر از اینکه فکر انسان‌ها بسیار بزرگتر باید از این قصه ها باشه. و به هیچ عنوان ما یک آدم را زیر هر نام نباید فشار بدیم، نباید تحمیل بکنیم. اجازه بدیم که هر انسان مطابق خواست خودش زندگی بکنه و مطابق دیدگاه خودش بتونه که هویت خود را تعریف بکنه و کلگی در اون مورد توافق داشته باشه. این به نظر من مناسب تر است تا اینکه بیایم ما تمام روز در رسانه‌های اجتماعی نفرت پخش کنیم و اینها. خب کدام مورد سوال دیگه این باشه؟
ما در خدمت. جناب الهامن نور، بانو الهامن نور گفته افغان نیستم، هویت ما خط سرخ ماست. خب هر کس میتونه که دیدگاه و گپ خدا داشته باشه. عزیز سی خودت هم عزیز شیرزاد به نظر آینده افغانستان به کدام سر منطقی و مستند؟ جناب من نفهمیدم، خانم استانکزی بودن بخیر. سوال خوبی پرسیدن. بانو استانکزی اگر من اشتباه نگرفته باشم، متاسفانه تاریخ افغانستان نشان داده که سیاستگرا هیچ وقت از گذشته نمی آموزند. با وجود از این که ما آینده خود را در درون جغرافیا میبینیم و این را میفهمیم که طالب ماندگار نیست، ولی جهالت حاکم و فکر بدوی حاکم که بعضیا نمیپذیرن ایره باعث از این شده که نزاع افغانستان نزاع دنباله‌دار باشه. ما باورمندیم ای است متاسفانه که جنگ افغانستان یک جنگ دوامدار است. ای به سر ای میزنه، ای به سر ای میزنه، ای را قبول نداره، ای او را قبول نداره و بالاخره ای زمینه را به هر تشنج و فاجعه مساعد ساخته و مساعد میسازه. تا زمانی که ما به کشور خود دل نسوزانیم. ما او روز با یک کس را گفتم، گپ از وجدان میگه. خب 500 کلدار پاکستانی برات میداد، اونجا میرفتی ما این زیر پلچک میموندی. حالا تو چطور آمده گپای بسیار کلان میزنی، از وطن دوستی و اینها میزنی؟ پس به او خاطر از جناب استانکزی، من نمیفهم آقا بودن یا بانو، من درست نامتان خوانده نتونستم. متاسفانه جنگ دوامدار افغانستان هیچ وقت تمام نمیشه. این قصه است. هر روز ای به سر ای بزن، ای را قبول نکن، من تو را قبول ندارم، من هویت تو را قبول ندارم، من خود تو را قبول ندارم، من صندوق نمیمانم، من به زور حکومت میکنم. نه. خب اگر قرار میبود به زور حکومت ماندنی میبود، من اون روزم به یک برنامه گفتم حال ما و شما حفیظ الله امین افغانستان حاکم میبود. این مختصرش. جناب نعیمی دوست عزیز و دیرینه گرامی، ما وضعیت خبرنگارا را در پاکستان ما دنبال میکنم. متاسفانه وضعیت مناسب نیست و قابل درک هم است و از هر وسیله و راهکاری که به یک نحو باشه که صدایشون را بلند بکنیم، تنها کاری که انجام داده میتونیم او را انجام میدیم. اما اصطلاحی هم از خاطر یک شوم سوخت کل روم. حالا به خاطر از اینکه تی تی پی را تو روان میکنی و یک مجموعه از وطندارای ما میرن اونجا خود را انفجار میدن، خوب آمده سری خبرنگارای بیگناه بیچاره که امروز هم خواندم که یک خبرنگار را گویا گرفتن و میخواین دیپورت کنن و اخراج بکنن. این فاجعه آمیز است و واقعا متاثر کننده است دیگه. کوتاه مختصر بهتر از چون پرسو. دقیقاً من کوتاه مختصر عالی جناب آرش فکر میکنم بودم کوتاه از این جوابا رو میگم که فرصت هم مدیریت شود. دوستای عزیز خیلی کوتاه بنویسین. تشکر جناب امی یک بزرگواره که از آلمان، جناب عزیز بهار، بسیار زیاد تشکر، لطف کردین شما اینجا هم حضور دارن. هر مورد و مسئله باشه ما در خدمت که باز بتونیم به یک جنبندی و یک گپ خود هم برسیم و فلسفه اصلی ای آمدن زنده بر ازی است که من خدمت شما بگویم که تنها صفحه مهمی است. آیا جنگ بعد از طالب قومی می شود؟ سوال بسیار مشکل است. دوست بزرگوارم من نتونستم نامشان رو بخونم. اگر جهالت حاکم، اگر خودخواهی و یکتازی حاکم در درون افغانستان دوام بکنه، هر سناریوی متاسفانه محتمل است. هر سناریویی. چون یک دوست گفت کوتاه من کوتاه خدمت شما میگم. یک دوست پرسان تدریس شما گفتن که ما میخوایم گویا پیشما درس بخونن. در مورد صنفای آنلاین اگر فرصت و اینها بود، چون خیلی دیر از ما وقفه گرفتیم، حتما ان شاء الله در موردش توجه میکنم و توکل به خدا. دوست پرسیده که چرا امریکا به طالب 40 میلیون دلار میفرسته؟ چون لشکر جاهل و ارزان قیمت. مختصر شما فکر میکنین که عالی پهپادهای امریکایی که در آسمان افغانستان از بدون هماهنگی با بخش از حداقل بخش از طالبان است؟ نه. طالب به عنوان یک نیروی جاهل، یک لشکر جاهل و ارزان قیمت، اگر فردا آمریکایی یا ایران نیاز ببینه به هر طرف میکشنش. بسیار واضح خدمت شما میگم. و این ما نباید اخلاقی هم ببینیم. سیاست همین است دیگه. و من که به کشور خود دل نسوزانم، مثل که ما روز یک میمانه به تلویزیون اینترنشنال گفتم 500 کلدار بگیرم بیایم پلچک انفجار بدم. توقع دارم امریکایی در حقیقت بیایه و کار برای ما انجام بده؟ نه. هر کس ما این مطلوب خودم میگیره. جناب نعمت الله حبیب، من متاسفانه گفتن چی میشه آخر
حداقل سناریو. خب من اصطلاح عامیانه براتون شوخی بکنم چون برنامه ما شما بسیار خودمانی است. من فالبین نیستم، پیش بینی کرده نمیتونم که چی ممکن شود گپ آخر، ولی من فکر میکنم که وضعیت کشور با طالب به یک سمت میره که باز به عنوان چی براتون بگم، به عنوان یک میدان بزکشی تازه و جنگی تبدیل میشه. این که با تا چه حد پیش میره، این که چقدر قدرت ها مداخله میکنن یا نمیکنن، به ویژه بعد از اوکراین باید 6 ماه 1 سال دیگه منتظر باشیم. ولی جناب حبیب برداشت من همی است که تا 6 ماه 1 سال آینده صف بندی ها مشخص تر میشه. جواب ندادید، چند بار نوشتم، بسیار ببخشید، نوشته کنم پیام ها زیادتر است، اگر مورد باشه ما در خدمت شما هستم. جناب شیرزاد عزیز از جبهه مقاومت ملی حمایت میکنن. من یک نظر دارم، من از هر حرکت اونو زنهایی که در افغانستان صدای خود بلند میکنن، اونو کسایی که میاین هر کار به خاطر آزادی به خاطر حقشون انجام میدن حامیش است. اگر طالب به عنوان یک زبان انسان محور و به عنوان انسانهای متمدن که متاسفانه بسیار دور است بیای آماده گپ زدن باشه و بیان صندوق بانن امی هبت الله و حقانی را و تکرار گفتیم رأی آوردن، اولین نفری که تبریکی بده من هستم، ولی متاسفانه خود طالب غیر از زبان کلاشینکوف دیگه چیزی نمیفهمه. اما ما باورم این است که طالب هنوز در اصطلاح عامیانه در مرکب غرور سوار است و خیلی زودی را درک میکنه که این مرکب غرور زیاد دوام نمیکنه. دلیل بودن دکتر عبدالله در کابل چیست؟ دکتر صاحب عبدالله از لحاظ شخصی بسیار آدم خوبی است، اما از لحاظ سیاسی چی بگویم خدمت شما، معلوم دار از دیگه یک بخشی از عامل موجود در کنار دیگه سیاستگرایی که گویا ضد طالبا بودن یا در کنار قهرمان ملی افغانستان بودن و نتونستن کار انجام بدن و امروز مردم به این سرنوشت روبرو هستن، در کنار یک مجموعه دیگه جناب وفا دکتر صاحب عبدالله هم در این موضوع دخیل است. دکتر عبدالله 2014 برد انتخابات. ما بودم برن مصاحبه آقای نورستانی اینا رو ببینید. دکتر عبدالله در 2019 برد انتخابات. استاد جنت نیست. من بسیار واضح میگم براتون، بسیار روشن. حالا ممکن دکتر صاحب عبدالله دیدگاه ها و توجیهات خود داشته باشن، ولی از حق مردم دفاع نتونست. بسیار واضح خدمت شما میگم. به هر حال جناب خالقی گفته در افغانستان کدام نوع سیاست بهتر و موثر؟ بهتر و موثری است که برای شما و جوانان فرصت داده شده تصمیم گیری صندوق رای. ما اون روزم با یکی از میهمان‌ها، اما میهمان غرب نشین طالب فکر شما گفتم، حتما دیدین اون رو دیگه، که در آخر بسیار احساساتی هم شد. چرا بدیل نیست؟ بدیلش تو هستی، بدیلش من هستم. صندوق بگذار، هر کس رای آورد حاکم قانونی و مشروع افغانستان همون باشه. رای شفاف، نه گوسفندی. تشکر جناب وفا. ما حدوداً 25 دقیقه دیگه هم خدمت شما می باشم دوستان عزیز، چون زمان بسیار زود گذشته رایی است. بدیل طالب جناب قیام مردم افغانستان. صندوق قوانم فردای مردم منطقه خودت تعیین کنه به عنوان ولسوال، قیردار، شاروال، والی. اولین کسی که تبریکی بده من هستم. خب ساختار مشروعیت مردم. مکاتب و دانشگاه های دخترها چی میشه؟ بسته میمونه. هر کسی که هر چیز میگه قصای مفت است. متاسفانه طالب آماده اینمی گپ نیست. اینمی وضعیت و فضا متاسفانه ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یک سناریوی نو بیه. درباره آقای اتمر و شورای مقاومت خدمت شما پیشتر توضیح دادم دیگه. اگر منظورتان از جنبندی نو باشه، من فکر میکنم که کشورهای منطقه در او بسیار نقش دارن برای ساخت و ساز تازهش. جناب اکبری گرامی، سوال بسیار طولانی بود، خواندن نتونستم، کوتاه نوشته بکنین و پیام ماشاءالله زیاد است. خب جوانای پنجشیر گفته بود که رهبر طالبان دوست نوشته کرده بود که گویا جذب میکنم. نه، جوان پنجشیر جذب نکن، اما 28000 نیروی غاصب و جاهل و سرکوبگر را که فرستادی امور بیرون میکش. دایه مهربانتر از مادر نشو. جوانای پنجشیر به خود کار پیدا میکنن، اما یک نیروی غاصب بسیار، چون به ما پیام میاد داخل به چی شکل ظلم در اونجا جریان داره، امور اگر بیرون بکشه مولای بطلا کافی است. من فکر میکنم کدام نوع نظام؟ بانو
الهاما نور پرسیدن. نظام غیر متمرکز، نظامی که همی شروع بکنن حداقل از این ولسوال، مثل که در قانون گذشته هم بود بانو نور، در قانون اساسی گذشته و تذکر رفته بود که شاروالا و ولسوالی و اینا هم انتخابی باشه که باز هیچ وقت نشد بنابر ملاحظات امنیتی و اینا. از این سر ولسوال حداقل شروع شود. صندوق، نظام غیر متمرکز. فردا اگر برای یک خانم، برای یک آقا مردم رای کلی عمر دبیکه میتیم که این متاسفانه برای یک مجموعه قابل هضم نیست دیگه. معامله گفته با طالب کمک میکنه برای دوام طالب، بله. متاسفانه یک چیزی را که من میگم، دوست بزرگوارم و نامشون صحیح خوانده نتونستم، حامل دوام طالب در حال حاضر خودخواهی و معامله‌گری یک مجموعه است. چون یک تعداد صدایشون چوب است. میفهمن دوست عزیز بزرگوار؟ سابق ماشاءالله در منطقه 40 تا رهبر بود. چون یک مجموعه هیچ وقت گپ نمیزنه در مورد وضعیت حاکم؟ به خاطر از اینا باج میتن در طالب. اینا سفر دارن، من برای شما مستند میگم، برین تحقیق کنن. چون اینا ساختمانات، تجارت‌ها و اینا یک مجموعه از اینا در افغانستان مانده و ما اینو میفهمم. با مو خاطر هم هست که ماهی را گفتن گپ بزن، گفت دهن ما پر است. یک مجموعه از اینا که خاموشی اختیار کردن، یک مجموعه از اینا معامله میکنن، یک مجموعه از اینا که مو اصطلاح یامیانه تیر خودم میارن، من برای شما بسیار شفاف و واضح میگم. اینا دهنشون آب است، اینا نمیتونن گپ بزنن در برابر طالب، اینا نمیتونن یک صفبندی ایجاد بکنن. اما قضیه روغن داغ پنجشیر یک دوست پرسان، بله یک ویدیویی برای من فرستادن، ایمیل در موبایل من است دوست عزیز. یک فرد را بردن با روغن داغ اول به جسم و جانش پاشوندن، من نمیفهمم با او روغن و جان داده بود یعنی، بعد با گلوله به سر شلیک کردن. بسیار متاثر کننده بود. پیش معصوم یکی یک مجموعه میاین به یک نوع چرا شورای علما جنگ علیه پاکستان را غیر مشروع میخواند. منظور شما اگر ملاهای طالب باشه که چند روز پیش گویا ما شنیدم، ولی مثلا تانوز برای من آمده که 50,000 افغانی هم برشان داده بودن که گویا جنگ در پاکستان نامشروع است. خب اینا شما دقیقاً میدونن دیگه، خب ملاهای مشهور طالب است، اینا دین را انحصار کرده. همین مجموعه اگر تو ملای واقعی عالم واقعی است، چرا در برابر ظلم، در برابر وضعیت حاکم، جو حاکم چرا صدا بلند نمیکنی؟ معلوم داره است که اینا اما اصطلاحاً ماش بگیرای هستن که هر شکلی که طالب بود و مو شکل دین را میان تعریف میکنن و این جهالت حاکم را در 4 سال تعریف کردن. خب من این سوالا رو جواب دادم. در مورد پلان تدریس هم پیشتر بگید. جناب مرادی کوتاه بگویم، من در ماهای آینده اگر فرصت شد، من بسیار درگیری ها و جنجال های زیاد خود را دارم، اگر فرصت شد من ان شاء الله حتما سر صنفای آنلاین فکر میکنم. جناب سلطانی 2 بزرگوار 3 بزرگوار گفتن من نظر ندارم، نام آخرش غلام بچه هاست، اونا رو دیگه ارزش نداره، اینا رو گاهی یک سو میارن و مثل مورا و باز که لغت میزنن و اینها که شما حتما میفهمن. سلام آقای جهاد، که پیش از حق در افغانستان جریان داره، جهاد غربی و عرب یا مردم افغانستان؟ هر دویش. جناب قاسمی سوال بسیار خوب رو پرسان کردن. جهاد برحق در برابر اشغال، فراموش نکنم دوست عزیز، من برای شما علمی و مستند گپ میزنم، در برابر اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی برحق بود. خب کشور محمد اشغال کردیم، من در برابرت میجنگم. بر اساس هیچ سازوکار بین المللی برش وجود نداشت، ولی که غربیان منافع خود را دیدن آمدن مجاهدین حمایت کردن، استینگر دادن، پول دادن و این قصه‌ای است که ما شما همیشه میفهمیم، در یه جای شک نیست. منافع مجاهدین و غربی‌ها با هم گره خورده بود. اما بعد از اینکه به یک نوع رژیم‌های تحت حمایت شوروی یکی پس از دیگر شکست خورد، مجاهدین بر اساس خودخواهی‌ها به جان هم افتادن که داستانش طولانی است. آیا خلیلزاد نماینده طالب است یا آمریکا؟ نماینده آمریکایی طالب فکر. خلیلزاد خودش هم مثل که میگه آمریکایی هستم. با من منافع افغانستان، مردم افغانستان مهم نیست. من منافع آمریکا رو مد نظر میگیرم. فعلا هم سازوکارها بیشتر اقتصادی است. جناب سخیزاده قاطع، بله متاسفانه نظامیایی که شکنجه میشن یا شهید میشن از طرف گروه حاکم واقعا فاجعه بار است. من دیروز هم جوان را از تخار گویا بردن و کشتن. خب معلوم دار است که کی کارا رو انجام میده. با ما وقتی که وضعیت رقتبار از اینا رو میبینم، پیامایشون رو میبینم، بعضی وقتا پیاماشون رو جوابم دادن نمیتونم، عکسای رو روان میکنن بر من، چیزایی رو روان میکنن، من بسیار متاثر میشم. و واقعا اگر به یادتان باشه جناب سخیزاده، اگر به یادتان باشه در آخرین سالهای جمهوریت آمدن سر و صدا شد فلان شد و به ویژه از بدخشان که جوانای بدخشی در
جنوب کشته میشه، در مقابل طالب کشته میشه، فلان میشه. یادتون باشه من یک گپ گفته بودم که بسیار سر و صدا هم ایجاد کرد. گفتم از خاطر حاکمیت نامشروع غنی نجنگن، برین از منطقی خود دفاع کنن. دیدین چی شد؟ با آخرش دیدین چی شد؟ اشرف غنی گریخت و سرقمندان علیه قوای مسلط آخر استاپ میشه. ولی امروز میبینم، شما باور بکنید جناب سخیزاده، در ایران برای من یک دگروال، یا من زیاد رتبه نظامی رو نمیفهمم چون بخش من سیاسی است، یا رتبه پایینتر از نظامی که خودت شاید بهتر بفهمی، نگهبان بود، از کاپیسا بود، نامش رو نمیگیرم. من بسیار متاثر شدم که او بیچاره چطور نصف شب می اومد یک جای دروازه رو باز میکرد و باز یک انسانیت اینای چون مرا شناخته بود. شما باور بکنید خیلی متاثر شدم. او یک نمونهش است. تقریبا 300,000 نیروی امنیتی سابق بجز از یک مجموعهش که آمدن حالا که طالب همکاری میکنن، زیر چتر طالب هستن، ولی اکثریتشون در ایران و پاکستان وضعیت خیلی بد دارن و وضعیتشون قابل درک است. دوست پرسیده که جبهه مقاومت برابری احمد مسعود به کجا میرسه؟ اگر جبهه مقاومت موضع و تصمیم و برنامهش برای آینده افغانستان بسیار روشن نباشه، به ترکستان است. چی برنامه داره جبهه مقاومت؟ منیفست مقاومت چی است؟ شما وقتی که مبارزه میکنین، چی مبارزه نظامی باشه دوست عزیز، چی سیاسی باشه، شما باید منیفست داشته باشید. ما بعد از حالا گیرم فردا طالب سقوط کرد، چی داری؟ برنامه چی است؟ چی میخوای؟ اگر کسی تصور بکنه با معامله با این آدم، با زیر چتر این آدم، با دنبال روی این آدم مشکل افغانستان حل میشه، به هیچ عنوان نمیشه. موقف صلاح الدین ربانی، خب اگرچه صلاح الدین خان ربانی رو که ما چند بار ملاقات کردیم، ما اتفاقا اکثریت سیاستگرای افغانستان رو ملاقات کردیم و دیدیم و با اونا روابط بسیار نزدیک داریم، ولی ما هیچ وقت عکس خود با هیچ سیاستگر نشر نکردیم، حتما شما میفهمین، ولی من اکثریتشون از نزدیک میشناسم. با وجود از اینکه من نمیفهمم که چی کار در 4 سال گذشته انجام داده، ولی در بعضی از موضع‌گیری ها و موقف‌گیری ها بسیار آدم روشنی است و بسیار خوب است. خب میگم من این رو نمیرم. مثلا من برای شما یک مثال میزنم. خب شما میگین هر روز اتمر داعش تقویت میکنه، درست؟ اتمر با طالب هم فکر است، اتمر فلان است، اتمر خدا، چرا با اتمر رفتن؟ حالا شما رو چی شده؟ در دیگه موضوعاتش من گپ نمیزنم، ولی که 4 سال چی کار کرده چی نکرده به عنوان گویا رئیس جمعیت یا به عنوان فرزند استاد ربانی، او رو باید شما تعقیب کنن بپرسن. ولی در این بحثا موقفش بسیار واضح است، بسیار خوب است، از یک لحاظ واضح. خب چی کنم من؟ خب حتما شما تمام روز میگفتین که داعش آورد شما، حتما شما میگین که طالب فکر است، حتما مثلا فلان کار انجام داد، حتما اینی کار رو انجام داد، حتما با غنی فلان کار کرد. خب ولی چرا رفتین با او یک جا؟ یک سوال است، باید سرش فکر شه. یک دوست در مورد شهرزاد صاحب سفر به طرف آمریکا داره. فعلا خو جناب ظریف اگر اشتباه نکنم پرسیدم، فعلا خو بند شده پاسپورتای من، هنوز پاسپورت افغانستان که دارم اجازه نمیدن، فکر میکنم اگر فرصت شود حتما بر سالهای آینده بخیر. دوست بزرگوار جناب اندرابی، من در مورد موقف و دیدگاه صلاح الدین خان ربانی پیشتر خدمت شما واضح گفتم. ها چرا مسئله بگرام خاموش شده؟ سوال اول، مسئله بگرام، من فکر میکنم امریکایی‌ها بیشتر مسائل افغانستان در این اواخر از عینک پاکستانی‌ها میبینن. یعنی به این معنا که امریکا یک قسمت از قصه افغانستان رو به پاکستان سپرده. به اون خاطر پاکستانی‌ها برش گفته که زیاد سر و صدا نکن ترامپ، ما همین فضا رو شاید برای تو مساعد بکنیم، ولی که چون این کار میشه یا نمیشه باید منتظر بود. جناب فاریابی، آیا مشارکت تاجیک‌ها و ازبک‌ها از اروپا شما چگونه رقم خواهد خورد؟ صندوق. جناب فاریابی، من همیشه میگم در این که ساختار کثیر القومیت افغانستان متاسفانه به عنوان یک فرصت معمولا استفاده نشده، هیچ شک نیست از لحاظ تاریخی، ولی تنها راهش همی است صندوق گذاشته شود. مثلا با وجود از اینکه ممکن دیدگاه ها و مسائل حتی قومی هم اگه باشه، من جناب فاریابی من برش ساده میسازم، ولی یک کسی قوم خود حمایت میکنه گویا قومی است، میگه اینی هزاره است، اینی پشتون است، اینی تاجیک است، اینی ازبک است، من از این حمایت میکنم. کجا از این مشکل داره؟ کجاش مشکل داره؟ هر زمانی که گفت که تو آرام باش، سرکوبگری شد، غصب شد، ظلم شد، جفا شد از هر طرفه بدون استثنا، موضوع زیر سوال است. اما تا حدی که کسی از یک نزدیک خود، از قوم خود، از خویش خود حمایت میکنه، مشکل صندوق گذاشته شد. مثلا در فاریاب به میال مثلا ازبیکا است،
ما خود رفتیم، ما 24 ولایت افغانستان سفر کردیم جناب فاریابی و در فاریاب خاطرات بسیار خوب دارم. به حد از ما استقبال کردن از تیم ما 10 سال پیش که اصلا قابل گفتن نیست جناب فاریابی. در فاریاب ازبیکا هست، درست، تاجیکا هست، پشتونها هست، هزارها هست. حالا ممکن جمعیت و آمار ایناش فرق کنه که باید اونا سر از اون موضوعات شما باید فکر بکنن. صندوق بگذار. اگر یک کسی انتخاب کرد جناب فاریابی، هر کسی که باشه، از هر قوم باشه، چرا ما برش تبریکی نکنیم؟ راه حل ما معمولا نمی است. درباره طالبان نیکتای پوشی نظر دارن جناب پروان. خیلی سرم خوش نمیخوره. مرد باش. اگر طالب قدر دوست داری برو زیر پرچم طالب استاد شو. در غرب شیشتی اولادکای خوبترین امکانات دنیا را داره، باز خودت می از یک ساختار بدوی و ظالم و غیر مشروع دفاع میکنی. شرم نیست؟ یک قصه کوتاه خدمت شما بکنم. در لندن یک بار ما یک مجموعه شیشته بودیم، اتفاقا خدا بیامرزم و قماندان مسلم حیات از پنجشیرم بود. یک آدم از کانادا آمده از این طالب دفاع میکنه. آخر ما آمدم بسیار واضح دیدگاه و گپای خدا گفتم تو واقعیت‌های افغانستان نمیفهمم. من با هزاران جوان به تماس هستم، این شکل است، این شکل است، این شکل است. پس آن به من میگه والا ببخشید من 30 سال شده افغانستان نرفتم، از یاد نمیفهمم. او که نمیفهمی چوب طبیعی. یک سوال ساعت مبارک تان چطور از جناب اندرابی پرسید. ساعت فضل خود بسیار خوب است. با شما دوستا اتفاقا بسیار ساعت من بسیار خوب هستم، شکرگزار هستم. یک چیزی که ما دوستا از خدمت شما میگم، باز حالا گپ 15 سال شد. 15 سال تجربه با مردم بودن به من نشان داد که قوی باش، صبور باش و شکرگزار باش. سختی های زندگی میگذرن، ناامید نباش هیچ وقت. سختی های زندگی، صبور باش، مقاوم باش، شکرگزار باش. خداوند کمکت میکنه. و من می خاصیت می خصلت دارم. در بدترین روزام شکرگزار بودم، در خوبترین روزام شکرگزار بودم و فعلا هم شکرگزار هستم. اگر هر مشکل و مسئله هم پیش اومده من همیشه همین شکل بودم. یک دوست داشتم از یک کشورهای غربی، من یک بار اگه موضوعات اینا رو قصه کردم، گفت تو بسیار آدم قوی هستی. من خنده کردم، گفتم من هیچ وقت دیگه گزینه نداشتم. زندگی به ما آموختنده که همیشه باید قوی باش در برابر هر مشکله. و شما هم نظرم همین از دوستای عزیز. توحید بیگ سوال خوب کردن، زیاد احساسی نشه. گفتم چرا با گروه های مخالف طالبان تا هنوز نرفتن؟ اینا چی است؟ منیفست از اینا چیز؟ فردا اگر من بفهم که یک گروه، یک شکل، یک جریان تا آخر خط یک موقف، یک دیدگاه استاد است، طبیعتاً چون من بخشم سیاسی است، درسم سیاسی است. درست است که من 10 سال در رسانه کار کردم، ولی من در بخش سیاسی درس خوندم و فعلا هم درس میخونم. ولی من نمیفهم اینا شو خو میکنن، صبح یک قصه نو میکشن. شما میبینید دیگه. اما برای من خوشایند نیست. من میگم که درست است، گفته ام یکی از بزرگان انسان نباید منجمد باشه، اما این قدرم زیگزاگی نه دیگه که هر دقیقه مردم تا معامله کنی، ارزش تا معامله کنی، گپ تا معامله کنی، شب یک چیز بگویی، چاش یک چیز بگویی، صبح یک چیز بگویی. این برای من خوشایند نیست و با هیچ عنوان نمیتونم با این وضعیت کنار بیام. اما هر زمانی که اگر من بفهمم که یک سازوکار، یک ساختار حالا مردمی که اون موقف و دیدگاهش برای امروز با آینده افغانستان روشن است، طبیعی است که کار انجام میتون و آینده خود کشور خود میبینیم و طبیعتا این کار انجام میتون. دیگه جای شک نیست. جناب فقیری بله یاور صاحب میشناسم، اما زیاد گپا و ایناشون تعقیب نکردم راستش، ولی میشناسم. جوان هستن در رسانه‌های اجتماعی اینا، ولی من شناخت شخصی یا مثلا گپا و ایناشون زیاد نمیفهمم. واقعیتش صادقانه بردم. جناب ظریف گفتن که بی توجه جبهه مقاومت ما را مایوس ساخته. خب نظرتون در مورد جبهه سمیع سادات چی است؟ ما کدام فعالیت تا هنوز ندیدیم از غیر از یگان موقف گیری های رسانه‌ای اینا که داره آقای سادات. اگر کدام کار انجام داده باشه یا بته گپ خوب است. سیاست انزواگرایی آمریکا در مقابل افغانستان به کجا خواهد کشید؟ دوست بزرگوار، من نامتون خواندن نتونستم، دوام نمیکنه. به زودی بعد از جنگ اوکراین صفبندی ها مشخص‌تر میشه. 40 میلیون دلار آمریکا برای طالبان تا چی وقت دادامه داره؟ تا زمانی که فکر کنه که لشکر جاهل ارزان قیمت در خدمتش میتونه باشه. همون روزی که بفهمه من اینا دیگه سر باز میزنن، همون روز دیگه قصه تمام است. جناب نور هاشمی گفته که
پنهانکاری نتیجه نمیده در افغانستان. بله، به مو خاطر من بسیار واضح خدمت شما خودمانی گپ میزنم تا 10 دقیقه دیگه. چطور یک ساعت بسیار زود گذشت دوستای عزیز. بعد از من نفهمیدم که دوست بزرگوار سوالشون متاسفانه ندارم. 10 دقیقه دیگه هم خدمت شما هستم. اگر کدام مورد موضوعی مونده باشه خدمت شما گپ میزنم. در غیر از او یک جنبندی میکنم با این اضافه که همیشه من دوستتون دارم، همیشه بسیار زیاد برای من نزدیک هستن. این از قلبم میگم. هیچ وقت خدای نخواسته من از بالا و پایین به دوستای خود نمیبینم. هیچ وقت. جناب فقیری پیشتر سوالتان جواب دادم. جناب سلیمان پروان چی برنامه روشنگری فعلا انسجام تا زمانی که یک فضا و وضعیت به یک نوع پیش بیاید که باز عملا وارد کارزار اینا شد، ان شاء الله او فرصت هم میاد دیگه. خب زندگی باید او حوصله کنه. در مورد رهبرای فراری چی نظر دارن؟ ما باقی پیامتون نخوانده ندارم. رهبرای فراری حالا شما هر کسی که میگین دوست عزیز، من فکر میکنم عاملش خودشون است. من یک مثال برای شما میگم چون من بسیار تجربه دارم از زندگی، البته بسیار چیزایی از زندگی آموختم. اینمی چیزایی را که فعلا اینا تجربه میکنم من به یک قسمت از این آدما گفته بودم. نکنین این کار که یک روز ریشه تان کنده میشه. جناب پس منظور من این است که خود کردن میگه درد است و درمان نه. یک مجموعه از اینا خودشون باعث این وضعیت شدن. خودشون طالب در حقیقت آوردن. حالا جایش نیست ما به تفصیل گپ بزنم، ولی من میفهمم پیام مرا گرفتن. آیا طالب به صندوق رای میآید؟ بعید میدونم. طالب غیر از زبان کلاشینکوف تا فعلا دیگه چیزی نمیفهمه. آیا میشه با آینده امیدوار بود دوست بزرگوار؟ خب ما دیگه غیر از امید دیگه چی گزینه داریم؟ باید امیدوار باشیم، مبارزه بکنیم. پیامم جناب حمیدی گفته به نسل جوان مقاوم باش، ناامید نباش، صبور باش. اگر حفیظ الله امین دوام نکرد طالبم دوام نمیکنه. حوصله از دست نده. روز بعد روزگار بعد سر هر انسان و مرد میاد. اگر دوست پرسیده اگر هیبت الله از صحنه کنار زده شود طالب سقوط میکنه، کاملا چنین است دیگه. خوب اگر یک جنجال شکل بگیره یا کشورهای منطقه به ویژه پاکستان به این نتیجه برسه که بخش از طالبا را که او هیبت الله هم باشه بردارن، فضا و وضعیت تغییر میکنه. چون مردم قیام نمیکنن علیه طالب. مردم به اصطلاح طالب زبانش کلاشینکوف و وضعیت هم که پیش آمد غیر قابل پیش بینی بود. با نور دیگه من فکر میکنم که ما از بیرون اگر هر کدام ما هستیم نباید مردم زیاد ملامت بدانیم. جبهه آزادی گفته نظرتان چی است؟ کار خود انجام میدن. خوب اگر طالب زبان گفتگو بکنه اون گفتگو، اگر نکنه هر جبهه‌ای که میجنگه. من نظرم این است دوستای عزیز بزرگوار، در برابر ظلم و استبداد از هر وسیله ممکن استفاده بکنه. انشالله همیشه موفق باشن. تشکر جناب سمیع زاده. 7 دقیقه دیگه هم خدمتتون هستم. آیا فدرالی یا تجزیه حل مسئله هست؟ من فکر میکنم عالی که ساختار چی شکل باشه، چی نام بخوایم برش بدیم، بانو ظفری که با زیاد به تفصیل ممکن نشه، ولی من فکر میکنم که مهمش تقسیم قدرت است. قدرت باید از این حالت غیر متمرکز شه، ولی شما میتونید نام او را هر چیز بگذارید، ولی قدرت به شکل از که یک آدم بیا یک مولای نیمچه مولایی که از دین سوء استفاده بکنه او قابل قبول نیست و دوام نمیکنه. جناب جاغوری چی گفتن؟ سوالشون بسیار دراز است. شما کدام نظام رو برای بیرون رفت؟ خب غیر متمرکز، هر چی میدونه باشه او، یعنی تقسیم قدرت بین مردم. آیا صنف آنلاین تان شروع میشه؟ بانو هلن فکر میکنم گفتن ان شاء الله کوشش میکنم اگر فرصت یاری کرد در ماهای آینده کوشش میکنم ببینم که چی میشه. صلح بین اوکراین و روسیه انجام میشه. جناب اندرابی اگر امریکایی‌ها به گونه واضح پای خود بکشن دیگه خب اروپایی‌ها نمیتونن. من چند روز پیش به یک دوست غربی گفتم شما جنگ باختن در اوکراین. باختن. آمریکا پای خود بکشه دیگه جنگ تمام است. مجبور هستن که بیاین یک سازوکار نوی را بگیرن و قصه باز شروع میشه در مسائل مربوط به افغانستان. درباره حذف فارسی از سوی طالبان چی گفتن؟ هیچ کس نمیدونه حذف کنه. زبان هم هر قدر شما یک چیز را فشار بیارین همون قدر استحقاق ایجاد میکنه. و جای از او پذیرش، من تو را میپذیرم تو مرا بپذیر، در غیر از او دوام نمیکنه. خب تاریخ نشان داده دیگه. آیا تا آقای شیرزاده پاکستان از کارش که طالب را پناه داد پشیمان است؟ من فکر میکنم یک بخش از
پاکستانی ها و این نتیجه رسیدن که ما نباید اینقدر حساب باز میکردیم سر طالب که حال بلای جان ما شود. ولی که باز در نهایت ما در برنامه تلویزیونی هم خدمت شما گفتیم چی سیاست رو در پیش میگیرن، او رو هم نمیفهم که او باز باید روشن شود تا ماهای آینده. عاطف مختار به اصل خود برگشت. جناب عظیمی خب اصلش هم نمیفهم اصلش چی بوده. در مورد صمیم یاور نظرتون چیز؟ من زیاد شناخت ندارم، اما قدر میفهم که هستن ولی ما زیاد دیدگاهشون رو دنبال نکردیم. درباره حذف زبان فارسی پیشتر نظر من گفتم. تشکر جناب امیری از شما هم. تا 5 دقیقه دیگه هم خدمت شما هستم. جناب نظری بله، بعد از جنگ اوکراین نوبت افغانستان است. من هم نظرم همی است. شخصیت متعصب جناب که من نفهمیدم کی نوشته کرده بود. اول همون که همون دوستی که گویا ما را متعصب میگه اول میشه بفرمایید که بوی قومیت ما چی است. دومی که ما ننگ میدونیم. در کجا؟ در کدام مورد؟ در کجا؟ مثلا چی مورده؟ میشه کسی نوشته بکنه در اینی موضوع بوده و گویا دیدگاه ما قومی بوده. ما این ننگ میدونیم اصلا. شرم از برای من که یک عمر تحصیل کردیم، نیم دنیا را دیدیم و بیایم پشت قصای ناق بگردم. اصلا من برای من ننگ است، شرم‌آور است برای من. میرم براتون صادقانه میگم. دیدگاه سیاسی ما بسیار واضح است. چند دقیقه دیگه 4 دقیقه دیگه دوستای عزیز مونده، کم کم جمع‌بندی میکنیم. 1 ساعت بسیار زود گذشت. اوکراین را آمریکا در بدل سوریه و چی داده؟ نه من فکر نمیکنم. اوکراین دیگه حالا قصهش کم متفاوت است. درباره مختار، خوب آقای مختار دیگه برنامه دربارهش ما گپ میزنم نگاه. حاجت اینجا چی است؟ همیشه حقیقت گفتی جناب دانشمندی نوشتن. قربانتان. جواب محکم ارتباط سیاسی گرفتن نظرتون مهم است. با کدام ارتباط؟ با شما کدام ارتباط؟ نه من با همه تماس دارم، اما با هیچ کسی همکاری که گویا چون تا هنوز هیچ چیز روشن نیست که چی میشه ندارم. استاد گرامی سوال واضح جواب دادم. خب تشکر، خوب است که جواب واضح دادم. تشکر جناب جلالی، شما هم انشالله که جور باشین. علی سادات گفته خانم بارگزای میگه مردم باید قیام بکنن. نه دیگه، خب مردم با چی قیام بکنن؟ باید کمی واقع بینانه مسائل ببینیم. وقتش برسه همه چیز میشه، اما فعلا شاید وقتش نباشه. بیشتر دوست ما در مورد افغان و افغانیت اینا بسیار واضح گفتم دیدگاه خود را. فرار مغزها و جوانان از کشور هر روز میشنم که یک مجموعهشان در دریا و در بحر اینجا غرق میشه. بسیار متاثر میشم. نشست ایران به نفع طالب است یا به ضررش؟ خوبه ای که طالب در او شرکت نکرد و ایران یک سازوکار تازه میخواست. من فکر میکنم به ضررش است. هر جایی که شما نباشین دشمنتون جایتون رو پر میکنه. همیشه تند تیز گفتیم مردم فکر میکنن متعصب است. تند تیز خوب تند تیز گفتن. حالا اینا مثلا تند تیز نمیگم چون واضح، ولی واضح گپ زدن به معنای از این نیست. ما اصلا ننگ میدونیم با چی هست. مثلا چی مورده میشه کسی نوشته بکنه چی مورد ما گویا نگاه ما قومی است. هیچ وقت نگاه ما قومی مذهبی نیست. درباره اشرف غنی چی گفتنی داره؟ درباره آدمایی که گذشته مرده متحرکه که عامل بانی وضعیت فعلی از بویژه بر نظامیای عزیز ما اصلا گپ زدن لازم نیست. تشکر جناب اندرابی. 2 دقیقه دیگه هم فرصت از چند نکته رو میخوایم بگویم به عنوان جمع‌بندی. خب اجازه بدن یک جمع‌بندی داشته باشیم تا 2 دقیقه دیگه. نکته اول، کل فلسفه آمدن برای این بخش زنده یا لایف اصطلاحاً برای این بود که ما بگویم که تنها صفحه میگن یا حساب فیسبوکی در فیسبوک همین مربوط ما است و دیگرها رو شما نادیده بگیرین، هیچ ارتباط و پیوندی با ما نداره. یک. دوم مسئله ای بود که من بیشتر کوشش میکنم که در کنار شما باشم در بحث‌های مختلف رسانه‌ای وینا و حتی اگر فکر کردم که میتونم یک گفته انگلیسی یک پلتفرم بدون سانسور هم خود ما داشته باشیم، حتما در این مورد من فکر میکنم که بیشتر نقش برای شما داده شود. شما باید نظرتان و دیدگاهتان را شریک بسازین، بیاین وصل شوین اینها. سر از هم من فکر میکنم اگر شما هم کدام نظر نیک داشتن لطفا برای من بنویسید. نکته سوم در مورد صنفا پرسیدن. صنفا آنلاین اگر فرصت شد برای ماهای آینده حتما این کار را انجام میدم.
نکته چهارم در بحث‌های قومی اینا که دوستای اشاره کردن، من فکر میکنم که این ننگ از شرم است برای کسی که در قرن 21 که دنیا و اصطلاح هم به کره مریخ رسید، ما هنوز هم بیایم به قوم مذهب بچسبیم. و نکته پنجم در مورد ساختار سیاسی، رأی مردم، انتخابات. تنها رأی مردم میتونه گزینه مناسب برای آینده افغانستان باشه. انشالله با امید دیدار. یک ساعت ما و شما پوره شد و بسیار زودم پوره شد. با ما بسیار خوش گذشت. دوستایی که کمک ناراحت اینا هم بودن، هر چیزای نوشته کردن، من اونا رو نادیده میگیرم. برای من هیچ مهم نیست. برای من این محبت مجموعی شما مهم است. انشالله که میبینیم انشالله در فرصت‌های بسیار نزدیک، از نزدیک هم انشالله میبینید. تیک تاک هم جناب فقیهی دارم، انشالله به زودی تیک تاک هم مجبور یک لایو بیایم که برای شما واضح شد که تیک تاک ما کدام است. حتما جناب خراسانی، آریان خراسانی یک رسانه بسازید. حالا رسانه میگین یا یک گفته انگلیسی ها زیاد انگلیسی نشه، یک پلتفرم میگن، یک گفته همو کارلوس یک پادکست میگن، یک چیزی سرش فکر میکنم. اگر شما کنم نظرم داشت برای من بنویسین که ما بفهم که چی خلایی وجود داره و چطور میشه که یک کار انجام داد که شما هم در او سهم داشته باشین. برین شبتان خوش. وقت شده انشالله در خدمتتان هستم. دوباره تشکر جناب بارز، تشکر جناب پاییز، تمام دوستا، لطفتان است. سربلند و با عزت باشین. انشالله باز میایم، باز گپ میزنیم. قصه افغانستان و قصه ما و شما بسیار طولانی است و هیچ وقت قصه افغانستان تمام نمیشه. شبتان خوش. با عزت و سربلند باشین دوستای عزیز القدر.